اشتباه من فقط این نبود که عاشق شدم. اشتباه من این بود که قلبی که پر از عشق و امید و مهربونی بود رو به دستی سپردم که هیچ فهمی از ارزش اون نداشت. دستی که نه تنها نمیتونست نگهش داره، بلکه حتی نمیتونست سنگینی اون رو بر دوش خودش تحمل کنه. من به کسی دل دادم که مغزش از درک مسئولیت خالی بود. کسی که هیچ تصویری از تعهد، مراقبت و احترام نسبت به احساسات دیگران نداشت. کسی که قلب رو نه به چشم هدیه‌ای مقدس، بلکه تنها به چشم یک وسیله یا چیزی بی ارزش میدید. کسی که ظرفیتی برای نگه داشتن عشق، برای مراقبت از دل دیگری و برای تحمل درد و رنجی که همراه عشق نداشت. و چه تلخ حقیقتی که هر روز بارها با اون روبرو میشیم. هیچ چیز به اندازه دیدن بی تفاوتی کسی که باید همه چیزش تو باشی نمیتونه دلو بسوزونه. عشق وقتی تو دست کسی قرار میگیره که نه میفهمه و نه میخواد که بفهمه، نه تنها دردناکه، بلکه انسان را تا عمق وجودش خسته و تنها میکنه. من عاشق شدم، اما تو مسیر این عشق درسی تلخ و عمیق گرفتم. گاهی قلب‌های ما اونقدر پر از مهر و ایمانن که وقتی به دست کسی بی‌مسئولیت سپرده بشن، نه تنها آسیب میبینن، بلکه روح ما خسته و زخمی میشه. و چه سخته که بفهمیم عشق تنها کافی نیست. برای موندن و پایبند بودن باید دست‌ها و قلب‌هایی باشه که شایستگی نگه داشتن اون رو داشته باشه.